أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الأعراف آية 180. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم و علی آله و صحبه اجمعین. دوستای عزیز، خواهران گرانقدر، برادران عزیز، ما و شما در آیت 180 سوره الاعراف رسیدیم. الله متعال را شکر و حمد میفرستیم کما یلیق بجلال وجهه و عظیم سلطانه که باز هم برای ما و شما فرصت و عمر داد و توفیق هدایت نصیب کرد که در فهم قرآن در این ماه مبارک رمضان و در سایر روزهای سال به خاطر ای که قرآن را بشناسیم و فکر خدا و عقیده خدا مطابق قرآن بسازیم. بزرگترین نعمت الله هست که الله بر یک بندهش توفیق نصیب میکنه که در اوتو مجالس و اوتو درس ها اشتراک بکنه، چون عصر فتنه ها هست. در عصر فتنه ها بسیاری مردم در فتنه های خطرناک مبتلا می باشند که اونا را از اصل دین و از فهم دین و احکام دین دور می سازه و خصوصا از فهم قرآن. و هر کسی به مو فکر و نظر خود اعجاب داره و به مو فکر و نظر خود قناعت داره که گپ ما درست است و گپ دیگرها غلط است. لکن اصل سخنی که ما و شما او را میفهمیم که کل گپ ها امکانات غلطی داره مگر آنچه که از طریق وحی الهی بر ما رسیده هست 100% حق است، لا ریب فیه، در او شک نیست. و هر کسی که فکر خدا و عقیده خدا و ایمان خدا مطابق آیات قرآن، مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، مطابق وحی الهی وقتی عقیده خدا جور میکنه، این انسان مؤمن بزرگترین دستاورد در دنیا و آخرت می داشته باشه. و به می خاطر هدف از خواندن تفسیر فکری و اعتقادی همی است که ما و شما هر آیت قرآن که می خوانیم و از هر کلمه ازی درس می گیریم و اعتقاد خدا و فکر خدا و اندیشه خدا جور می کنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه مکرمه فقط درس توحید میده. آیات قرآن کلش در مکه مکرمه. علما وقتی که درباره ازی نوشته میکنن، تمامی آیات قرآن در مکه مکرمه بجز از چندین آیت کل ازی درباره عقیده توحید است. کلش درباره ازی هست که چه قسم انسان مسلمان عقیده خدا جور بسازه و عقیده توحید داشته باشه و فکر ازی فکر ایمانی واقعی باشه. به خاطر ازی که همیشه افکار باطلی که در مکاتب مختلف فلسفی، در گروه ها، در احزاب، در نظام های سیاسی، در نظام های مختلفی که هست، این افکار و اندیشه ها مقابله کردن با تمام از اینا برای یک فرد امکان پذیر نیست. ولی این فرد چه وقت میتونه که در مقابل تمام از این افکار قرار بگیره و در راه مستقیم و حق روان باشه؟ وقتی که فکر خدا و اندیشه خدا و عقیده خدا و ایمان خدا از وحی الهی میگیره و آنچه که رب العالمین میگه او ذاتی که علیم هست، حکیم با حکمت است، حکمش و علمش و افعالش همش با جلال و عظمت از شایسته هست و او از هر چیز باخبر است. وقتی یک آغاز یک چیز میشه، از انجامش الله متعال باخبر است. آنچه مثلا 15 قرن قبل در قرآن خبر داده شده است، امروز توسط بزرگترین دانشمندای جهان تایید میشه. این از کجا هستی؟ به خاطر ازی که
آنچه که الله متعال میگه ذالک بأن الله هو الحق، آنچه که الله میگه او حق و آنچه که دیگران میگن باطل است. پس راه الله راه حق است، راه رسول الله صلی الله علیه وسلم راه حق است و راهی هست که هیچ وقت انسان پشیمان نمیشه. اما اگر انسان به عقل خود 2 سال پیش هم به عقل خود یک کار کرده، امروز وقتی که همون کار 2 سال پیش خود فکر میکنه میفهمه که من 2 سال پیش بسیار بی عقل بوده و حالی که خود بسیار عاقل میگیره 2 سال 3 سال 4 سال بعد باز وقتی که امروز خود مقایسه بکنه باز سر امروز خود انتقاد میکنه. انسان در مرحله پیشرفت از روز به روز علم انسان، دانش انسان زیاد شده میره، معلومات انسان زیاد میشه، تجربه انسان زیاد میشه و به عیبهای خود پی میبره. پس آنچه که ما از فکر و از عقل خود از حس خود استفاده میکنیم در معرض بسیار خطرناک است. اما آنچه که از قرآن و سنت استفاده میکنیم او کاملا مضمون اعتمادی و فکر انسان و عمل انسان. یک نفر 30 سال پیش نماز خواند امروز پشیمان است. 30 سال پیش اخلاص داشت امروز پشیمان است. 30 سال پیش دروغ نگفت امروز پشیمان. اما یک کسی پارسال یک کار به حساب حس خود عقل خود کرده امروز از کار پارسال خود پشیمان میشه. پس انسان در راهی که الله برش تعیین کرده وقتی میره هیچ وقت او پشیمانی نیست و آغازش هم سعادت و خوشبختی است و انجامش هم همین سعادت و خوشبختی است. امروز بحث دوم ما و شما شروع میکنیم. بعضی از موضوعات مهم است در این آیات ذکر میشه که اهل توحید، اهل حق با اهل باطل و دشمنای توحید تفکیک میکنه و این است که انسان همیشه میخواد که در اهل توحید و در اهل حق باشه. بناهن باید بفهمه که چی صفات باید داشته باشی و وقتی میخواد که از باطل خود دور بسازه باید بفهمه که باطل چی مشکلاتی داره، چی صفاتی داره تا از خود واقعیت بده. برای شناختن توحید اول بیان ایمان به اسماء الله الحسنى هست. ما و شما 6 قسم توحید داریم. توحید ذات الله هست، توحید افعال الله هست، توحید صفات الله هست، توحید عبادت الله هست، توحید تشریع یا توحید حکم الله هست و ششمی قسم توحید نامها اسماء الله الحسنى هست. پس انسان مسلمان باید در همین 6 چیز موحد باشد. حالا همین توحید در اسماء الله الحسنى الله متعال میگه ولله الاسماء الحسنى، برای الله متعال مخصوص نامهای نیک هست. نامهایی هست که دلالت به جلال و عظمت و بزرگی الله سبحانه و تعالی میکنن و این اسماء و صفات هم میگن به خاطر از که این اسماء الله الحسنى که هستن اسماء و صفات به خاطر ازی هستن اسماء الله الحسنى هستن چون در هیچ کمی و نقصان نیست. کمال و جلال و عظمت الله دلالت میکنه و اسماء و صفات میگن به خاطر ازی که این نامه های الله سبحانه و تعالی دارای صفات هستند که او جلال و عظمت الله شایسته. نام های الله هر نام الله معنایی داره که دلالت به صفت الله متعال. وقتی بگیم نام الله الرحیم هست یعنی الله سبحانه و تعالی دارای صفت رحمت هست. الغفور اسم از اسماء الله الحسنى هست. الغفور مغفرت کننده معنا میده، پس صفت مغفرت کردن هم به الله نام هایی که صفات داره. اما از مخلوقات بعضی اوقات یک کس یک نام داره لکن او صفت نمی داشته باشه. یک نفر نامش هست شجاع، اما اگر واقعا ببینیم کسی هست نامش شجاع هست
شجاعت هم داره، اما برعکسش یک کس دیگه است نام شجاع است اما خودش بسیار ترسو هست. از این خاطر نام های انسانی همیشه با او صفتش بسیاری لقبا و تخلص ها را شما دیده باشید. یک نفر بسیار خود لقب لوکس بر خود اختیار میکنه اما او صفت در وجودش دیدن نمیشه. اما اسماء و صفات الله، اسماء الله الحسنا که است، این مخصوص الله هست که هر نام به جلال و عظمت الله دلالت کنه و هر نام دارای صفات است که او صفات هم به جلال و عظمت الله شایسته است. در این آیه شریفه میگه که ولله الاسماء الحسنى، مخصوص الله نامهای نیک هست. مکلفیت ما چی هست که این نامها را بشناسیم، به این نامها عقیده داشته باشیم و مطابق از این نامها زندگی بکنیم. چه قسم زندگی بکنیم؟ بدعوه بها، وقتی که الله را طلب میکنیم با این نامها طلب. وقتی که میگیم که یا الله من بیچاره و عاجز هستم، تو الرحمن هستی، الرحیم هستی، برای من رحمت بفرست، تو الغفور الغفار هستی یا الله، بسیار مغفرت کننده هستی، ما گناه کردیم تو مغفرت بکن. یا الله تو التواب هستی، ما اشتباه کردیم توبه میکنیم، توبه ما را قبول. پس به این شکل توسل با نام های الله میشه. الله متعال میگه که این اسماء الله الحسنا هست، به این شما توسل بکنید، از الله بخواهید. و اینجا الاسماء الحسنا هست، نامهای معلوم داری هست که در قرآن و سنت ثابت است. شما از این دایره خارج نشین. و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه، بگذارین کسایی که در نامهای الله الحاد میکنن، معنایش تغییر میدن، لفظش تغییر میدن، به عوض از این نام به نامهای دیگی الله را مسما میسازن. چون این نامهای دیگی که مردم میسازن اشتباه ای است که اون نامهایی که الله بر خود بیان کرده هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث بیان کرده، این نامها و جلال و عظمت الله شایسته هست. اما نامهایی که دیگران میسازن و نسبت میتن، بسیاری وقت او بی‌ادبی، نقصان و اشتباه میباشه. به این خاطر علما میگه که نامهای الله توقیفی هست و شکل توقیفیش باید او را بفهمی، بشناسی، تعویلش نکنی، تحریفش نکنی. تحریف چی معنی؟ یعنی نام کدام حرفش کم یا زیاد نکنی یا در معنایش تغییرات نمید. تعویل هم به این معنا هست که یعنی اصل معنای نام الله را دور کرده، وزش نامای دیگر، معنای دیگر را نگیری. بگذار رو کسایی که الحاد میکنن، تعویل میکنن، نامهای الله را تعطیل میکنن، بعضش مطابق عقل خود بالای وحی حاکم قرار بدید. شما اونا را ترک بکنین، شما نامهای الله را بگیرین. با شروطش چی هست که ما و تمام نامها ایمان داریم، نامهایی که در قرآن و سنت ثابت است رو ثابت میکنیم، ایمان داریم و از چیزی که در قرآن و سنت نیست رو به الله نسبت نمیدیم، رو به الله متعال نسبت نمیدیم. چرا؟ نامهای الله توقیفی است. توقیفی چه معنی؟ یعنی همون قدری که شما میفهمین در اون توقف بکنید. یعنی ما میخوایم عقیده خود، فکر خود از قرآن بسازیم. الله متعال میگه ولله، و مخصوص الله. ببینید این نامها مخصوص الله است. الاسماء الحسنى چی هست بر مخصوص الله؟ نامهای نیک هست. چرا نامهای نیک هست؟ به خاطر که دلالت به جلال و عظمت الله میکنه. چطور ایده حکم کردیم که این نامهای نیک هست؟ چون الله بر ما خبر داده، الله خودش به جلال و عظمت خود بهتر میدانه و نامهایی را که برای خود اختیار کرده در قرآن فرستاده و یا توسط وحی جدید قرآن و توسط وحی خفی در احادیث رسول الله رسولش بیان کرده صلی الله علیه و سلم. ما از این نامهای نیک معلومات حاصل میکنیم، با این دعا میکنیم، طلب میکنیم و الله را با عمیق صفاتش میشناسیم
به صفات جلال و عظمتی که نام ها دلالت میکنه میشناسیم و او کسایی که در این نام ها الحاد میکنن. بعضی اوقات مثلا مشرکین چه قسم الحاد میکردن؟ الحاد مشرکینی بود که از نام های الله برای مجسمه های مؤنث خود نام میساختن. مثلا از اله لات ساختن مؤنث، از منات ساختن. پس این کلمات چیزی الحاد است، چون صفت مذکر و مؤنث مخصوص مخلوقات است و نامهای الله سبحانه و تعالی نیازی به این نداره که این نامها تغییر بکنه. نامهای الله همون قسم که الله استعمال کرده همون قسم اون نامها را ما استعمال. بعضی کسای دیگه الحاد چی میکنه که عقل خود بالای نام بالای وحی حاکم میسازه و در اینجا باز این معنا قناعت حاصل نکرد، ایره نمیگیرم، این اسم قناعت حاصل نکرد، ایره نمیگیرم. لا نحرفه ولا نؤوله ولا نشبهه ولا نمثله. علما عقیده ما این نام های الله را نه تشبیه میکنیم ولا نعطله، تعطیل هم نمیکنیم، ولا نمثله، برای مثال هم با مخلوقات مماثلت نمیکنیم، مشابهت نمیکنیم و لا نؤوله، تعویل غلط نمیکنیم که معناش او سکنیم مثلا این نام الله هست این معناش ما نمیگیریم معنای دیگه برش، این چیزها را نمیکنیم. و تر الذین و بگذاریم کسایی که یلحدون فی اسمائه در نام های الله الحاد میکنن سیجزون ما کانوا یعملون، باز اونا جزای خود زود میبینن که آنچه که عمل کرد میکنه عمل میکنه. دوم صفات اهل توحید الله بیان میکنه. الله متعال میگه و بمن خلقنا، از جمله کسایی که ما خلق کردیم به قدرت و عظمت خود امتون یهدون بالحق، یک امتی هستند که اینا به حق راهنمایی و هدایت میکنن. یعنی اهل حق کسایی هستند که حس خود و عقل خود در فهم قرآن و سنت صرف میکنن، وقت خود برای فهم قرآن و سنت. و فرق بین عالم و فقیه همین است که عالم یک چیزی است، مثلا یک نفر ساینسدان است، اونم عالم گفته میتونه، اما فقیه کسی هست که او ساینسدان مثلا در مسائل ساینسی یک موبایل است یک موبایل دیگه جور میکنه، یک موتور جور میکنه، یک طیاره جور میکنه، یک اختراع جدید میکنه. اما فقیه کسی هست که من یورد الله به خیرا یفقهه فی الدین، او کسی هست که قرآن و سنت درست درک میکنه و فکر خدا و اندیشه خدا و عقل خدا و ایمان خدا و کل زیر مطابق وحی الهی میسازه و به شکل زندگی میکنه. و وقت خودش حق فهمید باز دیگران را هم به حق دعوت میکنه. یکی از صفات اهل توحید است. اهل باطل خودش اول حق نمیفهمه، وقتی که سخنرانیش میشنوی میبینی که خودش، شما اکثر ملحدین یعنی کسایی که میگه ما خدا ناباور هستیم، اینا وقتی در هر مسئله بحث میکنن انسان وقتی گواهیش میشنوه خنده میکنه. چرا؟ وقتی ببینی که این کسی که باور نداره این آیت قرآن زبان عربی رو درست نمیفهمه، مفهوم و دلالت این آیت قرآن رو نمیفهمه، حدیث معنایش درست نمیفهمه، کل زیر غلط میفهمه. اینا رو اون همون فهم غلطی که خودش درک کرده او در حقیقت خود انتقاد میکنه، فهم غلط خود انتقاد کرده میره که زشت است زشت است زشت است. اما کسی که اهل حق است و حق درک میکنه، وقتی که حق درک میکنه امور بر مردم بیان میکنه و وقتی که رو بیان کرد خودش هم به ایمان و عقیده درست میداشته باشه و دیگران را هم به طرف حق دعوت میکنه. و من خلقنا، الله تعالی میگه از جمله کسایی که ما را خلق کردیم امتون یک طایفی هستن که یهدون بالحق، که اینا راهنمایی و هدایت میکنن به حق و بهی یعدلون و با امی حق عدالت میکنن. چه وقت عدالت ممکن پذیر هست؟ وقتی که مطابق حق عادلانه فیصله بود. اما یک نفر در باطل است، باطل خود و اگه فیصله هم میکنن باز هم عدالت کرده نمیتون، چون او خودش، چون باطل انسان
عادل ساخته نمیتونه. اول باید حق درک بکنی، مطابق حق راهنمایی بکنی و اگر فیصله میکنی مطابق حق فیصله بکنی. اون وقت عدالت امکان پذیر است. متوجه هستید؟ یعنی چطور میتونی از راه باطل شما به عدالت برسید؟ هیچ وقت نمیرسه. اما وقتی که حق بود، مطابق حق وقتی فیصله کردی، خود حق دانستی. یعنی امت است که حق میفهمن، مردم به حق دعوت میکنن و با حق عدالت صورت میگیره. باز اونا وقتی به حق عمل میکنن، برای هر کس عدالت داده میشه. حالا مثلا سری وقتا شما دیده باشین در جهان غرب اکثر مردم ها که هستن ادعای مساوات میکنن بین خانم ها و آقایون، میگه مردها و زنها باید مساوی باشن. خب این گپ آیا در جنبه تطبیقی عادلانه هست یا نیست؟ خب این شاید از نظر مقدماتی که اصلا راجع بپذیره که باید زنها و مردان مساوی باشن. لکن اگر امی زن و مرد مساوی شدن، آیا عدالت در قسمت خانم ها یا مرد ها مراعات میشه؟ نمیشه. پس بسیاری وقتا مساوات کردن در بین دو، مثلا مثال براتون بگم واضح شما. مثلا شما ببینید من پدر هستم، یک دختر دارم یک پسر دارم. دخترم هم جوان است، پسرم هم جوان است. خب اگر من بخواستم در بین از مساوات بکنم، برای دختر بگم که تو هم این بورجی پنج سری آرد پشت بکو، و برای پسر بگم که تو هم پنج سری آرد پشت بکو، به خاطر من در خانه میخوایم بینتان مساوات ایجاد بکنم. در اینجا در حق دخترم ظلم کردم، خاطر ظرفیت فیزیکی ازی، توانایی ازی بر ازی نمیده که پنج سیر آرد پشت، اما او پسر میتونه بکنه. پس اینجا مساوات در بین از اینا در حق از اینا ظلم. سوال سوال روز ما بگیم که پسرم تو هم امروز در آشپزخانه کار میکنه و دختر تو هم در آشپزخانه کار میکنه، هر دوی تان مساوی. اینا باز وقتی که این مساوات منجر به عدالت نمیشه، به خاطر ازی که چی میشه؟ مساوی منجر به این میشه که اینا چی شود؟ این پسر مثلا آشپزی رو نمیفهمه، بالاخره دستای خدا میسوزانه و در حقش ظلم میشه. پس عدالت وقتی میشه که مطابق حق ظرفیت هر کسی که الله تعیین کرده، مطابق امون حکم الله بر از او چی بکنی؟ مطابق حکم الله با امر از او برخورد بکنی. یک وقت در یکی از صنف‌ها یک گروه از نصرانی ها از چیز آمده بودن، از امریکا آمده بودن با هم، بنام از این که ما بخوایم که برای مردم جوانا زبان انگلیسی رو درس بدیم، مردم انگلیسی یاد بگیرن. خب وقت من هم انگلیسی رو علاقه داشتم که یاد بگیرم، در اون صنف ما هم اشتراک کردم. ولی وقتی در داخل صنف رفتم دیدم که اینا معلمین استادای انگلیسی نیستن که اینا از اونجا آمدن، یا در حقیقت کشیش ها هستن. اینا آمدن به حساب دعوت و نصرانیت، کریستیانیتی، میخواین که مردم چی بکنن؟ گمراه بسازن. خب محصلین صنف 3 و 4 دیپارتمنت انگلیسی پانزه زبان ادبیات پانتون کابل هست و من همونجا استاد هستم. من آمدیم که از این ناشیش رو ما همه خیلی استفاده بکنیم. وقتی متوجه شدیم که اینا کشیش ها هستن، دیدیم که اینا سر تخته یک موضوع خطرناک داشته میکنن و به خاطر خراب ساختن ذهنیت. اونا میگه که نشته کرده بودن که خب اگر کس مهربان هست، اون مهربان نباید دوزخ داشته باشه، نباید عذاب داشته باشه، بلکه باید کلگی چی بکنه. از این خاطر ما عقیده داریم نصرانی ها که عیسی مسیح مهربان است و اعوذ بالله رب ما هست و هیچ دوزخی نداره. خب وقتی این مسئله را اینا مطرح کردن، گفتن که این رحمت است. خب وقتی بسان به صنف آمدن سطحی دادن، وقتی که داخل شدیم این موضوع مطرح شد. خب اکثرا جوانا متوجه ما شدن که چه قسم باید بررسی شخص جا گفته شد و اونا هم در تشویش افتادن. یک موضوع بسیار خطرناک اعتقادی رو مطرح میکنن. خب ما برشان گفتم که استاد، من براتون میگم که اصلا رحمت تقاضای عدالت میکنه.
چه قسم تشریح کنیم؟ مثلا خود یک استاد هستی، مهربان هستی. این حال شما که استاد مهربان هستین باید عدالت بکنید. مثلا اینجا چند نفر شاگرد هست؟ یک تعداد شاگرد هستن خوب درس میخونن، یک تعداد شاگرد هستن متوسط درس میخوان، یک تعداد شاگرد دیگه است که من خلاص بازی گوشی میکنن، هیچ درس نمیخونن. پس اینجا سه کاتگوری شاگرد است. شما روزی که امتحان میگیرید و نتایج اعلان میکنین، این حال اگر شما مهربان هستین باید عدالت بکنین، برای هر کس حق شده. کسی که نمره 100 میبره برای از 100 بتین، برای کسی که نمره 50 میبره 50 بتین، و برای کسی که 0 میبره و او باید ناکام شود. و اگر شما اتو بگوید که نه من چون مهربان هستم کل گیر 100 میدم، در این صورت شما در حق کسایی که زحمت کشیدن، در حق کسنا شما ظلم کردید. و کسی که مستحق کامیابی نیست، درس نمیخونه، پول شما نمره کدری میدن، سوار زیر استاد پانتون میشه و کل پانتون خراب میکنه. آیا قبول دارین؟ بله قبول داریم. پس وقتی خالق متعال، ما میگیم که خالق متعال مهربان است. مهربانی الله تقاضای زیر میکنه که عدالت داشته باشن. یک نفر قاتل از فرعون میکشن، انسان ها را از بین میبرن، چقدر قطع کرد، دست از پای راست و دست چپ قطع کرد. یا در کتابایتان هست، شما خودتان میخوانید. حالا اگر در روز قیامت همین مردم های مظلوم ببینن که فرعون با تمام ظلمی که بالای از اینا کردن، آل به امرایشان در جنت ششته هسته، هیچ عذابی تکلیفی نداره. اینجا در حقی مظلوم ها بیعدالتی نمیشه. ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. پس وقتی ما میخوایم که خالق مهربانی که ما داریم، ما و مهربانی از او باور داریم که او خالق مهربان ما عادل هست، حق مظلوم از ظالم میگیره و ظالم مانع ظلمش میشه. و همین هست که دل انسان نمیکفن. تو خود دل ما را میکفانی با این دینی که برای ما پیشنهاد میکنی. این دین تو به این معنا هست که قدر کسی که جنایت کرد، عیسی مسیح که شما او را ربتان فکر میکنین و ما او را بنده الله فکر میکنین، و او گپ نظره که شما سرش تومت میکنین، به این معنا هست که او ظلم میکرد. و این همین حادثه، یعنی قصه در زندان یک جنرال انگلیس بودم رای من از سفارت انگلستان میمد تحقیق میکرد. میفهم شاید جنرال از خودش خدا میگفت من یک دیپلمات هستم، خب بسیار مسائل فکری را بحث میکرد. و اون تو فکر میکرد که مردم افغانستان یا مردم تاجیکستان یا مردم شرق که هستن در مجموع ایران و افغانستان، تاجیک، اینا مردم های عقل مانده هستن و هیچ استدلال عقلی و فکری ندارن. و ما میتونیم هر چیزی که بر از اینا گفتیم میتونیم بر از اینا به هر شکل اینا را غلام خود برده خود بسازیم. خب من برایشون که بحث میکردم و براش میگفتم که نه خیر، آنچه که شما تصور میکنین غلط است، بلکه شما بسیاری وقتا غلط آنچه که شما میگین در باطل هستین. نظامتان، قانونتان، سیاستتان، فکرتان، اندیشتان، حتی دینتان. وقتی حتی دینتان یک دفعه حسابش خراب میشه. حتی دین ما یعنی چی؟ یعنی چی است؟ چرا عیسی در عقیده شما دوزخ هست؟ نه، ما دوزخ نداریم. چرا؟ به خاطر از اینکه مهربان هستیم. خب به خاطر مهربانی که خالق ما مهربان است، از این خاطر ما در عقیده ما دوزخی وجود نداره. بسیار خوب. پس من گفتم شما چرا در کشورتان زندان ساختید؟ چرا مثلا قاضی دارید، محکمه دارید، زندان دارید؟ گفت که ما به خاطر ازی زندان به وطن خود ساختیم. من از راه دیگه آمدیم بالا سرش قناعتش حاصل شد. خب چرا شما زندان ساختیم؟ ما به خاطر زندان ساختیم، محکمه ساختیم، قاضی ساختیم، سارنوال ساختیم، به خاطر ازی زندان قوی ساختیم. چرا؟ به خاطر ازی که عدالت شود. چرا عدالت شود؟ خب مجرمی که جرم میکنن او را اگر در زندان نپرتیم، قاضی سارنوال، قاضی پلیس رو تعقیب نکنن، قاضی خود در جامعه. گفتم پس شما از خالقتان کرده که ربتان میگین، از او که عدالت. نفر متوجه میشه که واقعا ما در یک مغلطه اعتقادی خطرناک قرار داریم که خود از خالق خود کرده عادل
تر تصور میکنه. یعنی فورا چی که او ما نمیخوایم که درباره دین صحبت کنیم، لطفا در این مسائل بحث نکنین. چطور از طرف دنیا در صرف انگلیسی هم این قسم این گپ باز میزنم. وقتی که شکست خودم باز من نمیخوام در این مسئله بحث کنیم. خب مطلب خود از امریکا میبری دیگه، خود از انگلیس می با ما را از این جدی که به دوزخ ببریم. بیا تیار حال آمدی بیا که با امران ما جنت ببریم. خالق رحمان رحیم عادل که عدالت میکنه و ظلم نمیکنه بالای کسی، و او ایمان بیاریم. و این است که الله متعال میگه و من خلقنا امتا، از جمله کسایی که خلق کردیم امتون یک امتی هستن که یهدون بالحق و به یعدلون، هم مردم به حق راهنمایی میکنن و هم مطابق از عدالت میکنن. چرا اگر ما مطابق تصورات خود بخوایم که عدالت بکنیم، عدالت کردن نمیتونیم. امروز میفهمیم مثلا در فلسطین های عدالت کردن، اروپا، آمریکا، آسیا، آفریقا، کل از اینا محکمه شورای ملل متحد کلی تواقیت استفاده یکی کردن و نمیتونن که عدالت ایجاد بکنن. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که باطل هست، یک تعداد باطل هستن و اینا هم کلشان در گروه، یعنی ملل متحد متشکل از 5 کشوری که در باطل روان هستن. اور اینا هر تصمیمشان به باطل هست. وقتی که تصمیمشان به باطل است، اینا نمیتونن که عدالت بکنن. اما اگر در محکمه اسلام باشه که اونجا حق است، اونجا باز عدالت صورت میگیره و در اون عدالت هیچ کسی هم مخالفت نمیکنه. عمر رضی الله تعالی عنه خلیفه مسلمان ها هست. در 3 قاره جهان بیرق عمر رضی الله عنه بلند است، در قاره آسیا، اروپا و افریقا، و فتوحات است و لشکرشان اونجا هست. خب آل عمر رضی الله تعالی عنه که به اصطلاح از اینا ما و شما اصطلاحات استعمال میکنیم، به اصطلاح از اینا یک امپراتور بزرگ است که در 3 قاره جهان قدرتش است، لکن در محکمه حق و عدالت الهی قرار میگیره و مکلفیت داره تا پاسخگو باشه برای امو کسایی که رعیت ازی هستن و در خلیفه مسلمان ها در عصر خلافت است. در وقت خلافت عمر رضی الله عنه خلیفه بزرگ مسلمان ها هست، ولی خودش محاکمه میشه و با حق و جوابگوی است، با حق و چون یهدون بالحق و به عدالت میکنه و این سمبول های از عدالت است. خب چه قسم مثلا یک مثال شما را در طالب خود بدون فکر عدالت اسلام و محاکمه رهبریت، یعنی خلیفه مسلمان ها محاکمه میشه، محاسبه میشه و در مقابل تمام رعیت خود باید جوابگو باشه. اینا خلیفه مسلمان ها عمر رضی الله تعالی عنه در مقابل کابینه هست، وزارت دفاع، لشکر، وزارت های مختلف، وزارت، وزرا، کابینه و دیگر مردم همه قرار دارن و عمر رضی الله تعالی عنه میخواد سخنرانی بکنن. در جریان سخنرانی خود عمر رضی الله تعالی عنه بسم الله الحمدلله میگه و میگه از مردم اسمعوا بشنوین. یک کسی میخیزه و سلمان فارسی هست رضی الله، دست خدا بالا میکنه و میگه که والله لن نسمع، قسم به الله ما نمیشنویم. چرا؟ محکمه باید شوید، محاکمه باید شوید، جوابگویی باشی برای ملت و کل مردم، برای مسلمان ها. این نظام خلافت اسلامی هست. در نظام خلافت اسلامی خودترین فرد نظام میتونه که بزرگترین، اصلا فرد خود بزرگ نیست. در نظام خلافت اسلامی کلگی کلکم من آدم و کلکم من تراب، کلگی از آدم علیه السلام و کلگی از خاک خلق شده و کلگی مکلفیت و مسئولیت داره و انما المؤمنون اخوة. کلگی از این خاطر هر کس میتونه که با کسی که فقط کرسی ها فرق میکنه، مکلفیت یکی زیاد است یکی کم است. هم هر کسی در اینجا در نظام خلافت اسلامی حق داره که با عدالت و با حق هدایت بکنه و با حق با عدالت با حق عدالت بکنه.
این آیت بسیار آیت اساس فکر و اساس نظام خلافت اسلامی را در زمین الله بیان میکنه. این اساس است، اساس فکر و اندیشه اسلام را بیان میکنه و مثالهای تطبیقی از او در زندگی خلفای اسلام، در زندگی پیغمبرای اسلام. چون هر کدام از اینها این جاعل فی الارض خلیفه، هر کدام از اینها خلیفه الله در زمین الله هستند که اینا حکم الله رو در زمین الله تطبیق میکنن. حالا وقتی بگیم خلیفه الله یعنی بنده مخلوق مکلف مأموره که مکلفیت داره تا حکم الله رو در زمین الله چی بکنه؟ تطبیق بکنه. از نگاه اصطلاحی خلیفه چی معنی؟ یعنی کسی که حکم الله را در زمین الله مطابق اوامر الله تطبیق میکنه، خلیفه گفته میشه. و نظام خلافت اسلامی یعنی نظامی که حکم الله را در زمین الله بالای بنده های الله عادلانه تطبیق میکنه. خب چه قسم تطبیق میشه؟ یهدون بالحق و بهی یعدل. حال مثالش عمر رضی الله تعالی با کی؟ با سلمان فارسی. عمر رضی الله تعالی خلیفه مسلمان ها هست، میخواد سخنرانی بکنه، اما سلمان فارسی رضی الله عنه استاد میشه و میگه ما گفت رو نمیشنویم. چرا نمیشنویم؟ به خاطر از اینکه ما گپ به رهبری نمیشنویم، خلیفه نمیشنویم که یهدون بالحق و بهی یعدلون، حق رهنمایی بکنه و با او عدالت بکنه. حالا فعلا پیش ما یک علامت استفهام در مورد خودت، در مورد عدالت هست. چی مشکل است؟ بفرمایید. عمر رضی الله عنه به خاطر از اینکه آبرو و عزت جانب مقابل حفظ بکنه نمیگه چی میخوای؟ سلمان برش میگه که بله ابا عبدالله، پدر عبدالله. چون در بین مسلمان ها این قسم رواج بود و در بین عرب ها این قسم رواج بود که اگر کسی را عزت میکنی نامش نمیگیری، بلکه به نام پسرش میگی پدر فلانی یاد میکنی. ما المشكلة يا أبا عبد الله؟ پدر عبدالله چی مشکل است؟ باش میگه مشکلی است که لباسی که پوشیده. خب چی که لباس مرا داد؟ لباسی که پوشیده. وقتی ما و شما در یکی از غزوات اسلامی در جهاد بودیم و اونجا غنیمت از تکه ها بود از طرف بیت المال توزیع شد. از این تکه دو متر برای هر کس رسید. درست است؟ بله. من از این 2 متر، در حالی که سلمان فارسی میگه من از این 2 متر تکه که برای من رسیده بود، برای خودت و برای من یعنی تکه رسیده بود، اما 2 متر که برای من رسیده بود برای تو هم رسیده، چون همین قسم عدالت الهی هست. درست است؟ بله. خب 2 متر برای خودت رسید و 2 متر برای من رسید و کل کابینه و کل مردم و کل امت منتظر هستن و عمر رضی الله عنه ایستاده هست و محاکمه میشه. خب سلمان فارسی رضی الله عنه میگه که از این 2 متر که برای من رسیده بود و از این 2 متر که برای خودت هم رسیده بود، من با وجود که جسامت کوچک است، سلمان فارسی کوچکتر است، اما عمر رضی الله عنه قد بلند داره و چارشانه هست و جسامت بزرگ داره. من با این جسامت کوچک خود خواستم از اون تکی که برام رسیده لباس پیران بسازم، کفایت نکرد. ولی برعکس میبین در جان خود از اون تکه هست و پوشیدی بالا آمدی خطبه ایراد میگه. یعنی به این معنا که سلمان فارسی رضی الله عنه برای عمر رضی الله عنه میگه که شما در مال بیت المال خیانت کردید، در تقسیم خیانت کردین، تکی زیاد برای خود گرفتید. از وقتی که خودت خیانت کردی در مال بیت المال، در حق که مثلا برای مجاهدین میرسید خودت خیانت کردی
2 متر بیشتر گرفتیم. ما چطور گفت تو یک خائنه بشنویم؟ چطور رهبر خود قرار بدیم و چطور گپ های تو به ما تاثیر بکنه؟ عمر رضی الله تعالی عنه برش میگه که خود در قضاوت کم عجله کرده پدر عبدالله، به هر صورت آل عمر باید جواب بگوید دیگه. جواب بگوید که آیا 2 متر تکه سرقت کرده؟ 2 متر تکه سرقت کرده؟ از حق نگاه کرده 2 متر بیشتر گرفته؟ باید اینجا جواب بگوید. گفت که اجازه میتی که قضیه پیران ما هیچی مشکل داشت، سرم برتان تشریح بکنم. سلمان میگه بفرمایید. پسر عمر رضی الله عنه عبدالله ابن عمر استاد میشه و برای سلمان فارسی رضی الله عنه میگه که کاکا جان، پدر امیر المؤمنین خلیفه مسلمان ها میخواست امروز به بر مسلمان ها ارائه بکنن ولی باز نداشت. یکی که برش رسیده بود کفایت نمیکرد. و اگر شما متوجه باشین در همون لیستی که توضیح میشد از جمله مستحقین مثل که خودت بودی و امیر المؤمنین بود ما هم بودم. وقتی امیر المؤمنین دکه نداشت که لباس بر خود بکش که باید میکرد، دلم نه فرزندش دلم به حال خلیفه مسلمان ها سوخت. حق لباس خود برش بخشیدم و مادرم از حق از او و حق من برای المؤمنین یک پیران ساخت، او را پوشید و آمد بر شما خود به اعلام کرد. سلمان رضی الله عنه برش میگه که الان تکلم نصفا، حال که محاکمیت خلاص شد و حق واضح شد که تو از امت هستی که یهدون بالحق و به یعدلون، از امت هستی که به حق رهنمایی میکنیم و به حق عدالت میکنیم. از این خاطر مستحق از این هستی که خلیفه الله در زمین الله باشی و نظام الله را در زمین الله تطبیق بکنه.